باورت نمیشه که حال استمراری این همه کاربرد داشته باشه. سلام رفقای گلم، حالتون چطور؟ امیدوارم هر جایی که هستین حالتون عالی باشه. صحبت بعدی ما در مورد کاربردهای حال استمراری هستش. اگر که ویدیو قبلی رو ندیدین یا حال استمراری رو هنوز شرایطش یاد نگرفتین، اول برین حال استمراری نگاه کنید، بعدش برین حال ساده رو نگاه کنید که امروز تو توضیحاتی که میخوام بهتون بدم یا دچار تضاد یا دوگانگی نشین. اما بازم هر جایی که سوال داشتین حتما برای من کامنت بذارین که من بتونم سوالتون در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگو باشم. خب یه کاربرد بسیار معروفی که هستش یعنی یه کاری که در همین الان داره انجام میشه، یه کاری که در همین لحظه داره انجام میشه، یا مثلا موقع صحبت کردن اون لحظه خودت با یک نفر دیگه داره اون کار انجام میشه. مثلا دارم میگم از سر کار اومدی بیرون، یا گوشیت زنگ میخوره، میگه کجایی؟ میگه که چی؟ I'm just living my work. I'm just living my work. یا همین الان دارم از محل کارم میام بیرون. اوکی. یا مثلا میتونم یه مثال دیگه بهتون بزنم، بگم چی؟ میگم shh, please be quiet. The children are sleeping. لطفا ساکت بشید، لطفا آروم باشید، بچه‌ها خوابیدن. ها گرفتی؟ Children are all sleeping. Not... کاربرد دیگهش برای این وقتهایی هستش که میگه چی؟ میگه آقا شما برای یک چیزی که یک کاری که میخواین در یک ساعتی یا قبل اون یا بعد از اون فرقی نمیکنه، میخواین که بگین در اون ساعتها در حال انجام هستش، میتونید از حال استمراری استفاده کنید. یه مثال میذارم که خوب متوجه بشه قضیه رو. مثلا دارم میگم at 8 o'clock we're usually having breakfast. معمولا ساعت 8 دیگه ما داریم غذا صبحونه‌مون رو میخوریم. گرفتی؟ ها یاد گرفتی قضیه چطوری شد؟ میگه ساعت 8 که ما معمولا در حال غذا خوردن هستیم، یعنی میاد در مورد یک کاری در یک ساعت خاص صحبت میکنه که اون لحظه داره انجام میشه و این کاملا با حال ساده متفاوت هستش که حالا باز من یه ویدیو کامل در مورد این قضیه صحبت میکنم. یه مثال دیگه بهت میزنم. مثلا میخوام بگم چی؟ میگم when I get home وقتی برسم خونه the children are doing their homework. بچه دارن مشقاشون رو می‌نویسن. گرفتی چی شد؟ پس برای وقتایی که ما میخوایم در مورد یک کاری در یک زمان خاص بگیم که داره توی اون زمان داره انجام میشه، حالا قبل و بعدش کار ندارم، تو اون لحظه داره انجام میشه رو ما میایم از حال استمراری استفاده میکنیم. For the next 9 hours. That includes lunch and 2 15-minute breaks. For the next 9 hours. That includes lunch and 2 15-minute breaks. کاربرد بعدی حال استمراری توی زبان انگلیسی برای وقتایی هستش که ما میخوایم در مورد یک کار موقتی صحبت بکنیم. مثل چی؟ مثلا Michael is at university. Okay? He is studying history. مایکل توی دانشگاه هستش و داره تاریخ میخونه. حالا این به صورت موقتی هستش و ممکنه ارزم به حضور شما 1 سال یا 2 سال دیگه فارغ التحصیل بشه، تا ابد قرار نیست توی دانشگاه باشه، مگه نه؟ یه مثال دیگه بهت میزنم. مثال از این قرار هستش، میگه چی؟ میگه I'm working in London for the next 2 weeks. میگه من تا 2 هفته دیگه اینجا دارم کار میکنم. اوکی؟ یعنی من تا 2 هفته دیگه بیشتر اینجا نیستم و فقط به مدت مثلا 2 هفته دیگه من اینجا در حال کار هستم یا مشغول به کار کردن هستم. اوکی؟ میخوام بهتون ترجمه راحت‌تری داشته باشم. همون ترجمه اولیه، تا 2 هفته دیگه من اینجا مشغول به کارم، تا 2 هفته دیگه من اینجا مشغول کار کردن هستم. اوکی؟ خب بریم کاربرد بعدیش. I'm not sleeping for the next 24 hours. کاربرد بعدی حال استمراری توی زبان انگلیسی برای وقتهایی هستش که شما میخواین در مورد یک چیز جدید صحبت بکنید که با شرایط قبل کاملا در تضاد هستش. یه مثال بزنم. مثلا دارم میگم These days people are using social media instead of writing مثلا letters. میگه چی؟ میگه این روزها مردم بیشتر از فضاهای و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن تا به جای اینکه بخوان نامه بنویسن. بخوام ترجمه روون‌تر برات انجام بدم، میگه چی؟ میگه امروز مردم به جایی که برن نامه بنویسن، از فضاهای مجازی استفاده میکنن. دیدی چقدر راحت بود؟ یا مثلا teenagers are listening to مثلا sad music nowadays. من نمیدونم فازشون چیه ولی خب برای مثال هستش. میگه نوجوان‌ها امروز بیشتر آهنگای غمگین گوش میدن. نمیدونم واقعا دلیلش چی هستش ولی خب یه مثال هستش که شما قضیه رو متوجه بشین. اوکی؟ اگر تا اینجا سوال داشتی حتما برای من کامنت بذار تا سوالت رو جواب بدم، وگرنه که
بیا بریم ادامه کاربردهامون. People are living much longer these days. کاربرد بعدی حال استمراری برای وقتایی هستش که ما می‌خوایم در مورد یک چیزی داره تغییر میکنه، در مورد یک چیزی داره رشد میکنه، یا در مورد یک چیزی که داره بهتر میشه میتونیم ازش استفاده کنیم و صحبت بکنیم. مثلا دارم میگم The children are growing quickly. بچه‌ها خیلی سریع رشد میکنن. یه مثال دیگه The climate is changing rapidly. اقلیم و آب و هوا داره به سرعت دستخوش تغییرات میشه. یه مثال دیگه میزنم Your English is improving. Your English is improving. یعنی چی؟ یعنی انگلیسی شما داره بهتر و بهتر میشه. گرفتی چی شد؟ این هم از این کاربردش. بریم کاربرد بعدی. You're getting better though. خب کاربرد آخر حال استمراری توی زبان انگلیسی برای وقتایی هستش که میخواین در مورد یک چیزی اغراق بکنید یا میخواین در مورد یک چیزی شکایت بکنید که هی داره تکرار میشه. اوکی، مثلا چی؟ مثلا دارم میگم They are always یا they're always arguing. They're always arguing. اونا همش دارن با هم دیگه بحث و جدل میکنن ها. یا مثلا دارم میگم It's always increasing the price of dollar in Iran every day. هر روز هی قیمت دلار داره بالا و بالا و بالاتر میره. متاسفانه که الان شده 100 تومن. Always arguing. Always threatening war. اگر شما از چیزی شکایت و گلایه دارین میتونید بیاین با حال استمراری این زیر برای من کامنت بذارین تو با هم دیگه کمی بحث علمی هم داشته باشیم نسبت به این قضیه، هم یک چیزی یاد بگیریم هم شکایتمون رو بکنیم دیگه. اوکی. پس ما میتونیم از تمامی این کاربردها توی حال استمراری استفاده کنیم تا مکالمات قوی‌تر، بهتر، شیواتر، رساتر و جذابتر و جمع و جورتری داشته باشیم. اوکی، امیدوارم هر جایی که هستی حال دلت عالی باشه. اگر که میخوای گرامر رو از 0 تا 100 یاد بگیری فقط کافیه چنل رو سابسکرایب داشته باشی. توی شرایط حال حاضر اقتصادی این ویدیو رو هم بفرست برای دوستات تا اونها هم بتونن به جایی که برن پکیج بخرن یا برن کلاس‌های زبان ثبت نام کنن و هزینه زیادی بدن بابتش، بیان به صورت رایگان گرامر از سطح 0 تا سطح بی‌نهایت یاد بگیرن. امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون خوش. در پناه خداوند متعال میبینمتون توی ویدیوی بعدی حتما.